هم رابطه تان با الله توسط نماز قایم کنید و هم رابطه تان با امرای مخلوق توسط زکات و اطیعوا الرسول، شما اطاعت بکنید پیغمبر علیه السلام در کل احکام، فقط تابعدار رسول الله باشه، از خود نقشه ها برای عبادت نکشه. از خود نقشه کشیدن، دو رکعت نماز بخوان، در رکعت اول 100 مرتبه قل هو الله، در رکعت دوم این قدر 40 مبین بکو، چی میگه 40 یاسین بکو، یاسین تا مبین بخوان چفت کو باز دور بخو. این کی کشیده؟ این طریقه را کی آورده؟ پیغمبر دم کده، پیغمبر گفته، کی کشیده؟ این راه ها را برای عبادت الله شما تعیین نکنید، در بدر میشی. باز لعلکم ترحمون، بخاطر که رحم کرده شما. معلوم شد که اگر حکم الله را تابعداری کنیم خلیکن به نقشه پیغمبر نباشه، قطعا مورد ترحم قرار نمیگیریم. قطعا در لعلکم ترحمون اشاره به این بود خلافت باقی میمانه اگر اینمی اموری که ذکر شد شما پابند از او باشه، نماز ضایع نشوه، زکات ضایع نشوه و مکمل تابعداری رسول الله در کل احکام شوه، خلافت باقی است. اگر این نشد، نماز ضایع شد، زکات ضایع شد و تابعداری به کمال رسول الله نشد، رحم از پیشتان گرفته شده. امروز رحم از ما گرفته شده، نه اقامت نماز است، نه دادن زکات است. زکات مردم تاوان فکر میکنن. تابعداری رسول الله خیش نیسته. تابعداری رسول کس نمیشناسه. لا تحسبن الذين كفروا، گمان نکو بالای کسانی که کافر هستند، انکار از نظام الله متعال کرده است، توحید الله، معجزین که یا عاجز کننده. الله را عاجز میکنه به گریختن، که بگریزه خود از الله خلاص کنه، قطعا گریختن نمیتونه. فی الارض، در روی زمین، و مأواهم النار، جای باش از آتش است، ولبئس المصیر، خیلی بد جای بازگشت است آتش. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم، باز مسئله آداب چی را که در خانه داخل میشه. سابق و کسایی بود که او اجنبی و بیگانه بود. آل احکام متعلق کسی که در خانه زندگی امرای داره و هم باید همینطور چی هسته لاابالی داخل در خانه نشوه، یا مراعات بکنه آداب. چرا؟ نظم خانواده و نظم زندگی توسط اینمی آداب برابر میشه. در غیر از او خلل در زندگی میآید، نقصان در زندگی میآید. و الله متعال بندگان خدا خواسته که وا خیلی براحت زندگی بکنه و همه چیز منظم باشه. چه رقم؟ یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده. آدابی که با بعد ذکر میشه تعلق به ایمان داره، ایمان تقاضایش داره. از او خاطر اگر رعایت آداب کسی نمیکنه، مثل که در ایمانش خلل و نقصان است. چرا؟ این آداب نشأت از عقیده میکنه. کسی که عقیده داره و بسیار تلاش میکنه که ضرری اذیتش به کسی نرسه، عقیده ای روادار میسازه که بسیار احتیاط بکنه. از او خاطر احتیاط در چی است؟ که خلل در زندگی کسی واقع نکنی، امن کسی را تو چی برهم نزنی. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده. لیستأذنکم، باید که اجازه طلب کنه از شما. الذین ملکت ایمانکم، همو کسانی که مالک است دستای شما. کدام خدمتگارا؟ غلامایی که چیز خدمت میکنه در خانه ها. زمانی که در خانه شما داخل میشه باید اجازه طلب کنه. والذین، و کسانی که لم یبلغوا الحلم، و کسانی که نرسیده در بلوغ، یعنی تاری را بالغ نشده، نه در سال بالغ شده، نه به علامات. علامات هم که شیطان فریب بدشه، یا ایسته که چیسته بعضی مواضیع موی سبز کنه. منکم، از جمع شما، 3 مرات، 3 دفعه. در آیاتای سابق گفته بود که یا اجازه را طلب نمیکنه. نه کسایی که اطفالی است که تالی را نمیشناسه، حالات زنا را نمیفهمه، و همچنان چون خدمه یا غلامام خیلی زیاد اگر اجازه طلب بکنه حرج واقع میشه و هم اجازه طلب نکنه. اما اینجا در 3 حالت خامخا طلب بکنه. چرا؟ در 3 حالت مردم بے پرده میکرد خدا، یعنی کالا را مکمل میکشید. عربا حالی هم تو رواج داره، عادت داره، با امرای کالا خواب نمیکنه، کالا را میکشه. حالی خوب است یک تعداد مردم کالای شوپوش داره یا نیکری و چیزا را میپوشه. این بسیار خوب کار است، این بسیار فواید داره. اگر کسی کالای شب علیحده میپوشه، این بسیار فایده ها داره، خیلی زیاد. یکی از جمله فایده های چیست؟ نمیفهمی نجس شده باشه چیست؟ امیتونبان در حالت خواب
تو دیگه کالا رو میپوشی در نماز میری، نه شستن سری تو است او نه در شک میفتی که والا کدام جای نجس شده یا نجس نشده. در غیر از او انسان در حالت خواب می باشه، از او خاطر از آلوده شدن با امرای یا چرک شدن هم نگاه میشه. کالای تو این بسیار نیک گپ است از امو خاطر. لیکن عربا و کالا را مکمل میکشید، خود بالکل عریان میکرد، فقط شال سری خود کش میکرد و این منع نیست، در دینی منع نیست، در صورتی که امن باشه. اگر کسی طور میکنه آزاد خواب میکنه و خواب برش میه، هیچ منع نیست، چرا که در اون زمان بوده الله متعال از او خاطری حکم روان کرده. والذین لم یبلغوا الحلم، و کسانی که نرسیده در بلوغ منکم از جمعتان 3 مرات 3 مرتبه یا اجازه را طلب بکنه. کدام 3 مرتبه؟ من قبل صلات الفجر، پیش از نماز صبح. پیش از نماز صبح اگر کسی میآید بعد خلل در زندگی شما واقع نکنه. چرا؟ اگر بی اجازه داخل شود تو قرار خواب هستی، خصوصا امرای سیاست باشی، همه چیز عالی او حالات شما خراب نمود میشه برای از یکی. و حین تزعون ثيابكم من الظهیره، و در آن وقتی که شما میمانی کالایتان من الظهیره از نصف روز، در نصف روز که قیلوله میکرده. عربا از اون زمانم عادت داشتن قیلوله را و خواب قیلوله بسیار مفید خواب است، خصوصا اقدر معاونت و کمک در شبخیزی میکنه که هیچ پرسان نکن. نیم ساعت در چاش شما خواب بکنی برابر 3 ساعتی که شب خواب میکنی، همون قدر چی داره. خصوصا در این شبا که شبای لیلة القدر است. شبای لیلة القدر اگرچه در بعضی احادیث شب 27 حتی ابی ابن کعب رضی الله عنه قسم یاد میکنه، لیکن نه، الله متعال این را پنهان گذاشته، هم در طاق است هم در جفت است. جفت بیخی الا کردن درست نیست، چرا که پیغمبر علیه السلام حدیثا را که گفته یک دفعه وتر گفته طاق که مثلا 21 23 25 27 29 است، دیگه دفعه گفته که چیستا نهم هشتم هفتم اینطوری گفته، نهم هفتم پنجم سوم گفته. او وقت میشه که در چی مثلا که وقت نهم میگه شب 22 میشه، وقت هفتم میگه شب 20 چی میشه 4 میشه. اینی قسم از او طرف. از او خاطر در این شبها باید انسان کم کم عبادت الله متعال فراموش نکنه، از الله متعال دعا طلب بکنه. بهترین موقع است. ان شاء الله سی دی را آورد دین روز تقریر در شب قدر کردیم، مناسب است که را بشنوی ان شاء الله، به خاطر که الله براتون توفیق نصیب بکنه که منزلت شب قدر را بشناسی و ما چی مسئولیت داریم. یک کمی متوجه میشویم که ما چقدر عمر خود ضایع کردیم در بیراه و یک شب قدر چطور ما نتانیم او را زنده تیر نکنیم. اما این شب قدر زنده تیر کردن برای خود اسباب کار داره که از طرف روز آمادگی بگیری، خودت در بازارا مصروف نکو، زیاد وقتی تضایع نکو. یک به خاطر یک جور کالالی 4 روز میری در بازار آخر دلی تام نمیشه. نه، یک چیز بگی قدر زیاد اهتمام به این گپا مناسب نیست، چیزی که بدنت پنهان میکنه. من خودم یقینا این قدر زیاد شو این گپا را خوش ندارم. مقصد باشه بپوش دیگه در قصیش نباش. او وقتی آدم هم ضایع میکنه زیاد اهتمام برای این شبها باید آدم بده خامخا. چرا این موقع و فرصتی است که باز آیا الله به دست ما میاره یا نمیاره. از او خاطر انشالله سی دی را آورده اون میتونه که بخری و او را بشنوی که یک چیزی فایده را ورداشته بتانیم. و من گپ در ظهیره بود، خواب در چاشت روز عادت عربا بود و اونجا خدا برهنه میکرد. از او خاطر امی غلاما یا امی کسایی که اطفال است داخل میشه بعد اجازه را طلب بکنه. سوم موقع و من بعد صلات العشاء، پس از نماز خفتن چون وقت استراحت است در اونجا هم میتور است. 3 عورات لکم، این 3 وقت عورات لکم زمانی چی است؟ خلوت شماست، یعنی زمان کشف عورت شماست که عورتایتان برهنه میکنه. از او خاطر مردمی که داخل میشه در اتاقتان باید چی بکنه؟ اجازه طلب بکنه. زمانی که یک طفل خدمتگار این حق نداره که در اتاق مخصوصی کسی بی اجازه داخل شود. پدر، مادر، برادر یا کلشان حق نداره. در بعضی فامیلا پدر چیست؟ دروازه رو باز میکنه بخیده نماز، دروازه رو باز میکنه. او برادر اولادی تا همین جبرای سیاسریش است، واز نکو دروازه رو، تک تک کو از بیرون
بعضی مردمای جادا به این گپا را نمیفهمه. یک نفر شکایت کرد برای من، گفت مولوی صاحب این پدری مرا یک چیزی نصیحت بکنم. چرا؟ گفت دروازه رو باز میکنه سر ما. حالی با وصفی که گفت ما احتیاط میکنیم. خب بازم راست میگه، اگر مادر است، اگر هر کس است، این احتیاطا را مراعات بکنه. زن و شوهر در کدام اتاقی که می باشن، حق شخصی خودشان است که دروازهشان کسی واز کرده نمیتونه، ولو که در خو نخسته تک تک کنه، تک تک کنه، صدا کنه تا که خودش صدا کنه، دروازه را واز نکنه. حالی تو از جذبیت کار نگی که چند دفعه صدا کردی دروازه را واز بکنی بخی که او سرت بپرتم. او را در وقتی بکن که تنها باشه، در وقتی که سیاست قطش باشه این طور کار نکو و این نباشه. الله متعال منع کرده. لیس علیکم ولا علیهم جناح، نیست علیکم بالای شما، یعنی زمانی که بدون اجازه میایه و چیستا من هم شما نکنی، ولا علیهم نبا بالای اینمی اطفال، بالای اینمی خدمه با آمدن بی اجازتشان جناح کدام الزام بعدهن پس از همی 3 وقت. غیر از 3 وقت اگر دیگه وقتا داخل بشه اجازه طلب نمیکنه، هیچ پروا نیست. چرا؟ به خاطری که اگر یا هر دفعه اجازه طلب کنه بسیار حرج لازم میشه. خادم یک دفعه میره، یک دفعه داخل میشه، یک چیزا میاره، دیگه چیزا میاره. از او خاطر الله میگه طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یا رفت آمد کننده هستن علیکم بالای شما، بعضی شما بالای بعضی دیگرا. آلی در اجازت خواستن خیلی حرج و تکلیف لازم میشه. از او خاطر اجازت از یا معاف شده به جز از 3 وقت. در 3 وقت بعد خواهم اجازه بگیره. کذالک مسلکی احکام الله متعال میگه برای منفعت شما، برای نظم خانواده شما ما بیان کردم. اینمی قسم یبین الله، واضح واضح بیان میکنه لکم برای مصلحتتان، برای خوبی زندگیتان، الآیات احکام دیگر هم کلش الله برای مصلحت شما بیان میکنه. الله کدام ضرورتی نداره، فقط رعایت چیست؟ حیثیت شما. حالی ببینید دمی 3 وقت چقدر الله انتظام کرده که خلل در زندگی انسان واقع نشوه. آزاد زندگی میکنی، برهنه کرده خدا، هیچ کسی سرت غرض نداشته باشه. والله علیم حکیم، الله میدانه مصلحت ها را، حکیم مطابق حکمت و مصلحت حکم روان میکنه. هیچ حکم الله خالی از چی نیست؟ مصلحت و حکمت نیست. کلی احکام الله پر از حکمت است. و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، از زمانی که رب برسه اطفال از شما الحلم در بلوغی خود، آلی دیگه سابق اجازه طلب نمیکرد دیگه غیر از 3 وقت، فلیستاذنوا باید اجازه طلب کنن کما استاذن الذین من قبلهم، مثل که مردمای بالغ پیش از اجازه طلب میکرد آلیام باید اجازه طلب کنن. اینطور نگه که سابق ما داخل میشدم اجازه طلب نمیکردم آلیم پروا نداره. نه، آلی پروا داره، آلی بالغ شده ای، آلی رازا را میفهمی، از او خاطر در کدام فتنه واقع نشوی. کذالک یبین الله، اینمی قسم الله واضح واضح بیان میکنه لکم برای شما مصلحت شما، آیاتی احکام خدا. والله علیم حکیم، الله علم داره، حکمت والاسته. اگر در یک مرحله اجازه گفت که اجازه طلب نکنه، در مرحله دیگه میگه اجازه طلب کنه. در مورد یک شخص در 2 زمان حکم تغییر کرد، این بنا بر مصلحت و حکمت است، اما تو روایی نیست. از همون خاطر الله متعال در یک موقع تو را به یک حکم میگیره، در دیگه موقع اجازه میده. روزه را برات میگه بگی، اگر زمانی که سری تو تکلیف میاد، باز مریض هستی یا ایس مسافر هستی، الله برات میگه بخو. کلش بنا بر حکمت است. سیاسر تا وقتی که مریض نیستی الله متعال برات میگه نمازی تا بخوان، روزی تا بگی. زمانی که مریض شدی الله متعال میگه نگی. حالی تو مقابله به حکم الله نکو که نه من توان دارم میگیرم، نمیشه روزیت. چرا؟ الله حکیم است. تو نمیدانی ضرری تا دمی مریضی اگر تو روزه بگیری خبر نداری که الله چقدر علم داره که چقدر تکلیفای تو دفع میشه. اگر تو روزه بگیری چقدر تکلیفا بری تو پیدا میشه. تو حقیقت حالا نمیفهمی، الله میفهمه. از او خاطر مریض شدی، مریضی ماهواری یا ایست که بعد از ولادت اولاد آوردی، تا که مریضی وجود داره تو نه نماز خوانده میتونی نه روزه گرفته میتونی. سرزوری نکنی. در روزه یک کسی برم زنگ زده بود، گفت من خود گرفتم مولوی صاحب. ما گفتم گرفتی مخالفت یا امر الله را میکنی، با جای از که ثواب ببری عذاب میبری. ما به حکم الله تسلیم هستیم، خدا بالا نمیتراشیم که نه ما روزه خوری را خوش ندارم. نه، اینجا تابعداری حکم الله مهم است. الله که برات کدام حکم کرده او را قبول کو. گپ در این نیست که انسان سری خود مشقت بیاره. مشقت آوردن
این عین عبادت نیست و این پیش الله مقبولیت نیست. مقبولیت به نزد الله تابعداری الله است. از همون خاطر یک تعداد مردم در موزه مثلا میکنه، در جراب مثلا میکنه، دلم قبول نداره. خب آب برش ضرر داره، تیمم نمیزنه، میگه دلم قبول نداره. این مردم ها یا سیست از فرمان الله یا حکم الله را نمیدانه، خدا کلان میتراشه که من اینطور هستم. این گپا غلط است، نادرست است. شریعت اجازه داده است اینجا توسط کاغذ شوه، اینجا به استعمال نکو. بس باید بینمی اکتفا بکنی. بالکل 3 کاغذ استعمال کردی، 3 سنگ استعمال کردی، صحیح شد، بالکل تکمیل شد. حالی نگویی که دلم قبول نداره. دلی تو از رسول الله کده پاک نیست، از رسول الله کده بالا نیست، از رسول الله کده عزتمند نیست. وقتی که نمیدانه از این معلوم میشه که تو خود کلان میتراشی، حکم شریعت حقیر میدانی. نعوذ بالله. اصل معتبر در مسئله ایمانداری تسلیمی به حکم کیست؟ الله. و هیچ حکم الله بی مصلحت و بی حکمت نیست. والقواعد من النساء التي زنان کلانسال، والقواعد من النساء زنان کلانسالی که در خانه نشین شده، یعنی زیاد گشت و گذار نمیتونه، از ضعیفی و از پیری. اللاتی همو زنا لا یرجونه که توقع نداره، یعنی در عمر رسیده که شوق و رغبت چیسته مکمل زائل شده، لا یرجون امید نداره نکاحن از نکاح. فلیس علیهن نیست بالای همی زنا جناح کدام الزام یا گناه، ایزانه که بمانه ثیابهن کالای اضافه خوده، کالای اضافه را بمانه، کالای اصلی نه که عورت پنهان میکنه، او خوب باشه. غیر متبرجات در حالی که ظاهر کننده نباشه، بزینتین به زینتی خود. بله کالای زاید که عبارت از بقره یا چادری کلان است، جلباب که برش میگه در عربی، او را او سکنه، امو خمار یا چیست دسمالکی که در سرش است بشینه. خو شرطشی است که مواضع زینت بازم ظاهر نکنه. گوشواره را چی بگوی، گردن سینه را ای گپا را ظاهر نکنه. این در زن چی پیرزن که سال خورده است، حتی هیچ توانمندی نکاوی گپا را نداره، خودم امید نداره، از او خاطر بریازی یک نوع سهولت آمد و این باید امو کالای زاید اگر اوسو میکنه از جان خود پروانه داره. البته ای در بیرون و در خانه است. اما زنانی که جوان است و امی کالا را از خود اوسو نکنه، از امو خاطر است یک تعداد خواهرها سوال میکنه که در خانه سرلج باشیم چطور است؟ نه، خواهرم سرلج هیچ وقت نگرد، بهتر است. خصوصا در خانوادای ما و شما، خانوادای ما و شما همیشه دروازه محکم نمی باشه. مردم ما امی آداب اسلامی را هیچ یاد نداره، یکی به یکی داخل هم میشه. دوم است که قطعه ورم زندگی در یک حویلی داریم. آلی خود در کابل خود اکثر مردم ها در یک حویلی 2 فامیل زندگی میکنه. از او خاطر برای تو مناسب است که هیچگاه سرلوچ و همینطور چادر در سر نباشه، این زندگی را اختیار نکو. چرا که ناگهانی یک کسی پیدا میشه و تو مورد دیدی کسای قرار میگیری، اینجا باز تو گناهگار هستی. او آدم گناهگار نیست که چشمش سری تو خورده، به خاطری که تو زمینه را برای دیدن دیگه کسا برابر کرده ای. اینجا فقط برای زنان پیرزن چادرای اضافه را اسو کردن است. و بازم این پیرزنا و ایستعففن، از اینکه حفاظت کنه، یعنی از عفت و پاک دامنی کار بگیره، چادری کلان هم استعمال کنه. میزنی پیرزن خیر لهن، بهتر است برایشان. چرا؟ امو مردم میگه که زن چیستا بی ادب نیست، نعوذ بالله. این زن مردم تمجید میکنه، قدرت الله متعال است. ولو که پیر هم باشه که چیستا آلی خدا کابل رو نمیبینی که پیر است لیکن سرخ و سفیده زده، آلی خدا جوان معرفی کرده او تقاسی کرده رویسته، همه چیزایش معلوم میشه، الله رحم بکنه. و پیر زن میباشه، اینقدر پیر که پرسان نکن الله رحم بکنه. این دیگه بسیار سخت است. چقدر لعنت الله سری از جا میایه به خاطر از اینکه مردم بازی را بد میگه. مردم اگر همی پیرزن هم باشه که اجاب میکنه، مردم میگه بسیار زنی سنگین است، الله بی زن است میگه. اگر نه که همی طور لوبالیسته اسکو میگه هی زن مانند نیست، حالی مرد جور شده، اینطوری میگه. والله سمیع علیم، الله شنونده است سخنا را، گپا را، اعتراضا را، انتقادا را. ای به خاطری سمیع میگه. بعضی مردم ها که غرب زده هستن، از فرهنگ غرب متاثر هستن، زمانی که هم چایتا و احکام بشنوه
دیستی زبان انتقاد دراز کرده میگه اسلام هم چی کارا را شروع کرده، ما را بیخی بندی کرده، زندگی را سر ما تنگ کرده. الله سمیع است، میشنوی سخنی تا، این سخنی تا میشنوه. علیمون میدانه نیت و اراده هر کسا. یک زنی که چادر اوسو میکنه یا چادر مندازه، کلش نیت و ارادهش الله متعال میدانه.